تگاب است. بازی می انار قندار مزه دار است یا انار تگاب؟ نمازه انار قندار خوش است. حسن علی جان این آیسکریم هم برآمد. آره دیگه. چقدر وقت میشه برآمد؟ تازه امروز گرفتیم. امروز آیسکریم برآمد. آره. هوا هم گرم شده. یا یک هفته پیش برآمده بود که من تازه امروز آمدم. یک کله باز چقدر وزنش میه؟ کلان 3.5 کیلو. 3.5 کیلو؟ آه یک فامیل 10 نفره رو باز بس میکنن؟ 10 نفر باز 10 نفر. خب برگرای چندی جور میگیری علی جان؟ برگر است 20 روپیه است تا 100 روپیه دیگه. حالا نظر به مشتری سر سفارش میتم مرکز مرسته. مدرن‌ترین منطقه دشت برچی شهر کابل، منطقه بهار سراب دشت برچی. به نام یاد خداوند یکتا و یگانه مهربان سلام و درود و وقت بخیری دارم خدمت شما وطنان عزیز و بینندگان نهایت معزز و گرامی. امیدوار هستم که خوب و جور و صحتمند و سرحال باشید. در هر جای این کره زمینه که هستین، در کنار فامیل محترم، در کانون گرم مهربانیت خانواده زندگی را به سر ببرید و خدا کنه که لباس عافیت خداوند متعال شامل حال و احوالتان باشه و از گزند روزگارم در حفظ و امان رب تعالی باشید. بازم خوش آمدید، خرق راست، ویلکم به یکی از دیگر گزارشات شهری از چینل خودتان قصه شهر. امروز آمدیم به مدرن‌ترین یا زیباترین یا مقبولترین منطقه دشت برچی شهر کابل که به نام بهار سراب مسمی شده است. فعلا هم در قسمت مقابل مرکز تجارتی بهار سراب دشت برچی شهر کابل قرار داریم. آمدیم امروز گزارش کاملا ویژه از منطقه بهار سراب دشت برچی شهر کابل داشته باشیم. روزم بخیر آغاز شد و هموطنانمان آمدن دمو کار و کسب کار و غریبی که 1-4 تا روزی حلال بر فامیل خود پیدا کند. دیگر روزم بخیر آغاز شد. روز امروز ما در دشت برچی در منطقه بهار سراب دشت برچی شهر کابل آغاز کردیم. سلام برادر، خوب هستی؟ صحتمند؟ تو خوب هستی؟ اول دمی نفس تو هستی، یک اول تا بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. جور هستی ان شاء الله؟ صحتت خوب است؟ بخیر هستی؟ نام چیست؟ نام نبی. نبی جان. نبی جان پدر. جان جور است ان شاء الله؟ کاروبار کراچی بانی هستی فکر کنم. آره کاروبار کراچی نیه دیگه، بیخی از خلاصه. خلاص است. خلاص است. هیچ کار پیدا. 4 تونان ان شاء الله شبانه روزی میرسه برات. شکر است. همین که دست ما با کسی احتیاج محتاج نباشه این همین کلان گپ است. اگر میگه شکر نعمتت افزون کنه. همین که شکر کنیم خداوند باز دمی کار یک ایوازی میده یا دمی کار یک برکت خاص خودش هم اندازه. همونطور است. از زندگی راضی هستی؟ خوش هستی؟ خوش هستی. فامیل هستن ان شاء الله؟ آره هستم فامیل. شکر است. خدا کلی کسی که سالمه. ماشاءالله. این همین دیگه بالاترین اجر است. این یک زندگی، یک عطر خدایی که این هست. ماشاءالله. این همین که از خداوند راضی باشیم و خداوند هم از ما راضی باشه. این همین دیگه هم دینم به دست آوردیم هم دنیا را. هم دنیا را هم آخرت کلی. ماشاءالله. ماشاءالله. حرف پیام داری به هموطنان ما؟ پیام دارم که هموطنان ما خدا نگاه کنه. آمین. حضرت امام زمان همه نگاه کنه، با هم باشه، یک جای باشه، خوب باشه، اتحاد داشته باشه.
با هم یک جای زندگی کنن این بهتره انشالله نه که خدای ناخواسته در بین خود بزنه این که خوبی نه در کل ما و شما خوب نیه خدا یک مشت واحد باشه یک مشت یا واحد باشه انشالله با امید از امیر باش آرام باشی پدر جون در کار بارت برکت باشه انشالله بخیر باشی هموطنان عزیز در مقابل مرکز تجارتی بهار سراب دشت برچی شهر کابل قرار داریم پاچه هست سات یا کله است سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جان جور است انشالله صحت خوب است هم کله است هم پاچه کله است پاچه است گوشت کله است همه چیز هست همین کله و پاچه هم دیگه دمی زمستان اما تو که برف هم بباره و عوام سرد باشه بازی یک مزه دیگه میتن این دیگه مزه خاص داره کله گاو است یا کله گوسفند است هر دویش هست گاو کیلویی است گوسفند دانه‌ای گاو کیلو چند است؟ کیلوی معمولی 180 180 همین یک کله باز چقدر وزنش میه؟ یک کله 3.5 کیلو 3.5 کیلو؟ این کله یک فامیل 10 نفره رو باز بس میکنن؟ 10 نفر با 13 نفر اگر این کله رو در یک آرسی پخته کنند من میگم کل قومش باید بس کنند در روسی با درد نمیخواد میخورد چرا نمیخورد؟ جان کله اینا 400 است با 300 پاچه بدون پاچه فروخته میشه؟ باز کد پاچه هم داره مکس؟ داره کد پاچه نمی؟ او دیگه گرومد از کجا میری خودت داله میره؟ میره جدر میاره جدر میاره از شهر میاره بازی که مردم علاقمند هستن نام خدا بسیار کش است باز خودت هم یگان شبخانه میبری پخته میکنی؟ شب میگم باشه بخورم یاره دیگه دلت یخ نمیکنه زمین نگم واقعیت خیلی چیز خوب هستن خوردنی خیلی با می استخوانا نام خدا خوب مکم میکنه می پاچه و کله خصوصا با ورزشکارا خیلی خوب است محکم که از باز کله نر است گوسفند نر گوسفند نر مادر رو بشناسی مادر که از محکم نمیکنه خب امو کله نرش مکمتر میکنه خودت باز کدامش میخوری خودم فرق نمیکنه دیگه باز یا فجو خوشته از نرش خوش داری هم استخوانا رو مکم کنه کلپ هم باز میری کدام رشته رو تمرین میکنی والا رشته زیبای اندام است ماشاءالله چقدر وقت میشه 15 سال میشه 15 سال خیلی زیاد نمیشه والا دیگه همون خوشم میاد دیگه چیز خوش میاد دیگه 15 سال شاید دیگه از امو از امو استاد که تمرین میده ترینر شاید از اون که بالاتر باشه بعضی وقتا با نرفتم ملاق کردم نه خب یک وقفه آمد در بینش با شروع کردیم فضل همین ورزش آدم جوان میمونه ورزش دیگه بسیار خوبه کار خوبه همین جوانای ما که از همین عملای بد دور شوه بخیر کل ما رو بریم به همین ورزش واسه وطن ما گل و گلزار میشه بخیر آمین آمین شب و روز ان شاء الله امروز کاربار سپری میشه فضل خدا غریبی نیست دیگه خوب است دیگه فرق نیست هم پیسه 4 5 تونان ما برای ان شاء الله فضل خدا هموش غنیمت است و نمود داد خداست همین که دست ما پیش کسی احتیاج نیست که یک در 25 بده که خود ما آمدیم قیمت کردیم همین بینون ها رو پم یرزن توکل به خدا توکل به خدا حرف پیام داری به هموطنان ما هموطنان ما خدا را شکر جور آرام باشند دیگه کدوم گپ نیست همیشه آرام باشن خوش آرام باشید در کار بارت برکت باشه ان شاء الله لطف تسبیحان و سپاس هموطنان عزیز نام خدا روزم شروع شد شروع دشت برچی شهر کابل است انار قندار است لالایم انار تگاب کدام از خوب است جان جور است ان شاء الله صحت خوب است بخیر نامش لالایم محمد ابراهیم جان انار تگاب است بازی می انار قندار مزه دار است یا انار تگاب در مزه انار قندار خوب است بازی بخیر به نظرم که در آب فکر کنم مزه میده وقتی که آبشه که بکشی حالا ما خوابش نکشیدیم مزه داره خب مقصد باز همین انار قندهار باز یک نام خود داره انار قندار بهتر است انار تگاب مالته است که راست مالته ایرانی است مالته ایرانی مالتای وطنی دیگه بخیرم که نبر آمده یا نداریم برآمده قیمت است قیمت هم نیست بازو اسلزی و رنگ شفاف ندارن اون مردم خودر خوش نمیکنن مالته ایرانی هست بله فی کیلو چند است مالته ایرانی کیلوی 190 میفروشن کیلوی 190 100 تومن انار
کیلو یا سیر چقدر است؟ انار سیر 4900 440 نسبتاً تا به سالهای 400. گذشته ارزان شده یا قیمت شده؟ ارزان شده. ارزان شده؟ همین که به پاکستان ارسال نمیشه فکر کنم تاثیر از همین شاید باشه. بله شاید. دور از کاروبار خوب است شکر است. دمی قسمت‌های بهار سراب میبشه خودت. می باشیم خمار نه نمیمونه امروز تعطیلی است به خاطر برآمده. دیگر روزا توکل به خدا برآمدی. دیگر روزا شام برای. دیگر روزا شام میبریم. یا ان شاء الله امروز بخیر تا شام دیگه مالکات خلاص شود بخیر که تو خوش خوشحال زنده باشید. شام بخیر بیدی به طرف خانه و زندگی. حرف پیام داری به هموطنان ما؟ سلامت زنده. جهان سپاس بخیر سلامت باشید. هموطنان عزیز صبح دشت برچی شهر کابل است. دوباره برگشتیم هموطنان عزیز دیگه دمای عود سال 1404 قرار داریم فکر کنم اون طرف آیسکریم هم دیگه تازه برآمد. سلام وقتت بخیر باشه. جان جور است ان شاء الله. خدا رو شکر. صحتت خوب است؟ سلامت. نام چیز لاله؟ حسن علی. حسین علی؟ حسن علی. حسن علی جان. این آیسکریم هم برآمد. آره دیگه. چقدر وقت میشه برآمد؟ تازه امروز گرفتم. امروز آیسکریم برآمد. آره. هوا هم گرم شده. نه یک هفته پیش برآمده بود که من تازه امروز آمدم به شرکت. خب امروز دیگه خودت آره دیگه تازه. رفتی که دیگه تازه کار شروع کردی. آفرین. خریدی ها میانه تا فعلا فروخته میانه میگم. دانه 60 تا فروختم. ماشاءالله دیگه کل صبح فروختی. آره دیگه. 60 افغانی چند بگی باز فروختی. در بگی 5. مردم هم زیادتر هم در بگیر شاید آره بخرن. در بگی 5. خودت کدام دیر خوش داری که بخوری؟ من 5 بگی در بگی. یگان دانم باز میخوری؟ نه. حساب کنه میگیرم من اونجا حساب کنه میدم. آدم اگه زیاد فروختم باز عادی میدادم. به حساب برای شما تسلیم میکنه و باز آره. روزانه چقدر برای شما پیسه میده مفاد؟ 5 بگی برای ما 4 حساب میکنه در بگی 8 حساب میکنه. او در افغانیگی 2 افغانی میمونه و در 5 از افغانی. سر بگی 5 افغانی. انشالله که امروز نو تازه کار شروع کردی خدا کنه که کاروبار اما تو سلامت باشی. زیبا و فوق‌العاده و پیسه دارتر داشته باشی. البته خودت هیچ آیسکریم نمیخوری؟ نه خود نه. نمیخوری؟ بیا تو که یک دانه خیلی حالا بگو سعیس از طرف ما تو بگو سعیس کدامش است؟ کدامش خوش داری تو؟ اما فرق نمیکنه من خود نمیخورم من تازه به شکر خوردم. دوستان عزیز آیسکریم و پیمان است همه تو فکر کنم از شرکت پیمان است. این خوش داری خودت؟ نه خیلی نمیکنه. اینی خوب لالا دیگه بخیر دمی نو صبح اینمی آیسکریم که بخو و کیف روز بفا میده خودش کنه همیان دیگه رو از طرف ما برای تو توفه سیست که روز تمام تو خوش بگذره. مکتبم خوندی اصلا علی صاحب؟ مکتب نمانه. هیچ؟ نه. درس تحصیل هم نکردی؟ نه. پای بند کردی؟ آره. درس تحصیل نکردی اصلا پای بند کردی؟ آره. چند دانه طفل داری بخیر؟ طفل ندارم تازه نوزاد شد. اوه نو دیگه پای بند کردی. مزاران رزماش. اوه آروز همیجه است؟ من آدم جاست درستم. آروز چیز میشه باز؟ بیشتر کوکان است. سر دختر کاکا دل باختی؟ آره لازم تو شد بیشتر. نوازه شد؟ عاشقی کردی؟ آره دیگه. کار هست که شد؟ آره. انشاءالله که زندگی موفق داشته بود که دیگه او رو بخور کمیه رو با مسایی کنم که بخوری دیگه او توفه است از طرف ما برد نمی گل صبح که بخوری بازگاه کیف میده صحیح است؟ من میگیرم من یکی دیگه شو میگیرم صحیح است؟ او رو از طرف ما بخور. دوستان عزیز نبش صبح ساعت هم است 9:30 صبح دیگه کار بخیر شروع کردی خدا کنه که امروز یک کاروبار اما تو نام خدا درست‌تر داشته باشی. صحیح است انشاءالله. چی هست پیام داری به هموطنان ما؟ دیگه همین زیادمندی هم آتناره. تنها صحتمندیشان خوش نباشن خوش باشه. خوشبختی و آتناره. انشاءالله تا هم بخیر کاروبارا رو زیاد کنی و بخیر که بیارسی تا بخیر جمع کنی. انشاءالله. خدا مهربان است. چند سال هستی؟ متولد 376 چند 1376 4 شبیه میستی 24 23 ساله تقریبا. آره. اندازه جوان هستی. زنده باش. در کاروبار برکت باشه. جوان خوب هستی؟ جان تو هست انشاءالله. هموطنان عزیز قسمت منطقه بهارسراب دشت برچی شهر کابل قرار داریم. شما هم تصاویر بیننده باشید. ما هم دوباره برمیگردیم.
دوباره برگشتیم هموطنان عزیز در قسمت رستوران برچی کندوز کباب در مقابل شویج نامخدا. خوب یک غرفه چپس فروشی بود، پاک منظم گفته باشه یک اول جوان بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. جان جور هستیم ان شاء الله. صحتت خوب است؟ نامخدا چقدر منظم است لاله. خیلی تو باید سر برگرد با نظافت چیز باشه بهترتره. ماشاءالله. نام چیز؟ نام علی فرزاد است. علی جان علی فرزاد. فرزاد تخلص فکر کنم. نه تخلص ملی است، خب علی فرزاد میگن. اوه نام در تخلص آوردی، تخلص از نام. آه بنالا اینطوری. مقصد یک نام برای علی جان چقدر وقت میشه مصروف برگر فروشی هستی لاله؟ حدودا از من 1 سال میشه. 1 سال میشه؟ آجانم. مکتب و درس و تحصیل هم ان شاء الله میری؟ ای سال مکتب خواندم بود، بازی بود نشد دیگه، مثل کاربار زندگی. اوه تا صرف 8 هم خواندی، بعد از صرف 8 مکتب رها کردی؟ آه رها کردم. حالا پشیمان هستی یکم یا نه؟ حالا اینطوری یک حساب است خواه که جنجال سر جنجال مشکلی اقتصادی خود ما شما داریم. همین مشکلات اقتصادی همین جوانان ما همین درس و تحصیلشون اگه من عقب مانده البته. آفرین. یعنی ان شاء الله که روز شب که همین مشکلات اقتصادی بخیر خلاص شود، مثل امنیت ما که فعلا بهتر شده، اقتصادم بهتر شود، دیگه وطن ما میشه گل و گلزار. همین جوانای ما از درس و تحصیل هم ان شاء الله پس نمانه. خب برگرای چندی جور میکنی علی جان؟ برگر از 20 روپیه است تا 100 روپیه دیگه. حالا نظر ده مشتری سر سفارش میده ما رقص مرسیم جور. شک و مو هموطنان ما که پیسه کم هم دارن درشون جور میگیری و کسایی که پیسه زیاد هم داره جور میگیری. مقصد همو اما یعنی بیش کس نمیمونه. بیش کس نمیمونه. مربوط رستوران میشه شما؟ ما مربوط رستوران بچه کندوز کباب میشه. خودت کارمند هستی؟ خودم کارمند هستم. ماشاءالله. باز ان شاء الله ماش درست‌تر ان شاء الله برای تو تنهای درست‌تر میتونه شد. خوبه روز 3 ساعت. ماشاءالله روز 3 ساعت با حالا ما 9000 افغانی. دیگه میجم چیکار وقت هم چهار است. اون 3 وقت نان میته دیگه گفتم 24 ساعت است دیگه. او خانه ما میجه. خانه خاص که در اطراف است دیگه. خود کابل نیست؟ نه در کابل نیست، بس تنها است اینجا؟ کجا نه. او باز شاید سالانه بری یا ماهانه یک بار بری؟ ماهانه ما یک دفعه 2 دفعه میریم. خانه. یا ان شاء الله که کاربار درست شود که هر شب پیش فامیل باشی، بازو تو دل آدمو خیلی جمع‌تر میباشه. علی جان حرف پیام داشته باشی مایی که ما کمره ما در خدمت داره. بخیر باشی. میگم سلام فقط واسه هموطنان میرسه. دیگه هر کسی که درس خود بخونه، تحصیل خود بکنه، خود در یک جای برسانه. ولی از این کاری مزدورکاری که است، مثلا چی ما باشیم، چی 5 نفر دیگه باشیم، 100 سال بیزن چیز جو نمیشه. ولی درس تحصیل است که پشت یک کامپیوتر میشینی، پشت یک چیز میشینی، یک دو قلم نوشته میگه خیلی پول در بیاری. این بهترتر از کار مزدورکاری است. همیشه مو راه درس و تحصیل باید ادامه بدن. آفرین. علی جان اینی چیپس لالا خیلی خوشم اومد. اجازه خاصل بده. 1000 دفعه صاحب. اما تو که مسئله هم بزنی اشکال نداره. واسه گوام که تو پخته کرده باشی دیگه بذار میدم. آره. علی جان در کارت الله برکت باشه ان شاء الله. خوش و آرام موفق سربلند باشی. هموطنان عزیز بیرون میشیم. امروز آمدیم به سایه دشت برچی منطقه بهار سراب شهر کابل تا گزارش ویژه از تغییرات جدید و نامخدا منطقه مدرن دشت برچی که بهار سراب مسما است نامش. آمدیم گزارش ویژه داشتیم. تا گزارش بعدی هم شما را هم به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله هم نگهدارتان باشه.